تمرین کنیم سکوت کنیم. تمرین کنیم سکوت کنیم. سکوت گاهی اثر بی‌نیازی است. بی‌نیاز از این که توضیح دهیم برای آنچه هستیم و آنطور که رفتار می‌کنیم. بی‌نیاز از این که تلاش کنیم تا تصویر ذهنی دیگران را در مورد خودمان درست کنیم. بی‌نیاز از تعریف‌ها و تخریب‌ها. بی‌نیاز از پاسخ‌ها و پرسش‌ها. ما مسئول تصورات ذهنی دیگران در مورد خودمان نیستیم. نیاز به اثبات و دفاع به وجود نخواهد آمد اگر خودمان را بشناسیم و حد و حدود خود را برای خودمان تعریف کرده باشیم. در نهایت آدم‌ها هیچگاه قادر به دیدن تصویر درستی از ما نیستند و این بخشی از زندگی و روابط است. راحت باشید و نگران تصویر آدم‌ها از خودتان نباشید. آنها هیچگاه شما را نزدیک به آنچه که هستید نخواهند دید.